سلام و درود دوستان، خیلی خوش اومدید به کانال خودتون. ما تو این کانال قصد داریم که هر آهنگی رو که دوست داریم خودمون بزنیم و از زدن اون آهنگ لذت ببریم. امروز در کنار شما هستم تا با این آموزش آهنگ خفن یا آموزش توپ رو بهتون یاد بدم. این آهنگ فوق العاده ای هستش که ما میتونیم در مجالس‌ها و عروسی این آهنگ رو بزنیم و از زدنش لذت ببریم. بی معطلی بریم برای آموزش این آهنگ. خب دوستان، خیلی خوش اومدید. بار دیگه عرض میکنم بی معطلی بخوام بهتون بگم که این آهنگ از اثر کیه، چطور میتونیم بزنیم، نوتا و گاماش رو چه دستگاه و رو چه سازی و رو چه ریتمی هستش. اول اینکه این آهنگ رو داوود بهبودی خونده، یه خواننده فوق العاده قدیمی و آهنگای شادش که هممون با این آهنگا آشناییت یه جورایی داریم. اولین کاری که شما میکنید این هستش که از من این سوال رو میپرسید که آیا چرا این کلاویات اونقدر بزرگه؟ منم بهتون میگم که ببین، من توی آموزش‌های قبلی هم توضیح دادم درباره کلاویه ها، به خاطر اینکه بهتر آموزش ببینید و اینکه بتونید با انگشتای خودتون راحت‌تر بزنید. من کلاویه رو بزرگتر میکنم. حالا بریم ببینیم که به چه صورت هستش دستگاه، ساز و ریتم این آهنگ. در مرحله اول ما در قسمت سیستم یا همون دستگاه میزنیم روش و از اینجا دستگاه نوا رو انتخاب میکنیم و یه بار کلیک میکنیم روش یا یه بار میزنیم روش میاد بیرون و یه دمو ازش میشنویم. اینم از این که با این آهنگ باید یه جورایی ست بشه. و بعد از اینکه ما دستگاه آهنگ رو مشخص کردیم، میریم سراغ سازی که ما با اون ساز دوست داریم آهنگ رو بزنیم. من دو تا ساز پیشنهادی واسهتون دارم. یک همین سازی که فلانگر هستش رو میزنیم روش و این پیانو رو اینجا خاموش میکنیم و صداش رو میبینیم. این صدای این ساز هستش که ما میتونیم با تغییر اکتاو که میتونیم، من در ابتدای ویدیو هم که همونطور که نگاه کردید من با این ساز زدم. حالا یه ساز پیشنهادی دیگه هم واسهتون دارم. میتونید از قسمت کیبورد ست سوم آکوردیون چه میدونم اسمش خوبه، حالا انتخاب میکنیم و با اون پدال رو خاموش میکنیم که هم اکو باشه و این صدا رو هم میتونیم از این بشنویم. که میتونیم اینم با تغییر اکتاو صدای بهتری ازش بشنویم. که من حالا ترجیحاً برای آموزش همون به اصطلاح مای ستینگ و تنظیمات اولیه رو بهتون پیشنهاد میکنم. خب بریم ببینیم که به چه صورت هستش به اصطلاح ریتم این آهنگ. ریتم این آهنگ هم که همون قسم، همین که وارد برنامه میشید هیچ تغییر ایجاد نمی کنید، همین پرشین بندری که رو خودش هست رو میذارید میمونه و این هم صدای اون ریتم هستش. حالا شاید واسه شما برای اینکه مبتدی هستید زدنش یه مقدار سخت باشه. اینجا ما تمپوی کار رو مثلا میاریم روی 130 که همون 108% هستش میزانش و 4/4 و این رو نگه میداریم. من بعد از اینکه آهنگ رو زدم میام خدمت شما نوت‌ها و اعداد این آهنگ رو عرض میکنم. خب دوستان، اینم از زدن این آهنگ که همینطور که دیدید خیلی راحته، اما با تمرینای بیشتر به نوعی واسهتون راحت میشه. بریم ببینیم که از کجا تا کجا پهنای نوتی این آهنگ هستش و به چه صورت هستش این آهنگ. خب دوستان، این آهنگ روی به اصطلاح 6 تا نوت پیاده شده که ما میتونیم هم به صورت اعداد و هم به صورت نوت نشون بدیم. به خاطر نشون دادن این میتونیم از قسمت تنظیمات به اصطلاح عنوان کلاویه رو روی دو ره می فا سولا قرار بدیم
اگه در رابطه با آموزش‌های بیشتر این تنظیمات خواستید میتونید به من بگید تا من بیام بهتون یاد بدم که به چه صورت هستش. خب همونطور که نگاه میکنید روی اعداد موسیقی سوار شدن این کلاویه ها و این که باید دقت کنید که روی ارگ واقعی دیگه این داستانا نیست که بخواد اعداد موسیقی باشه، الفبای موسیقی باشه. ما باید روی کلاویه سفید رنگ که بدون هیچ عدد و نوتی هستش بتونیم آهنگ ها رو بزنیم. به خاطر همین از دوستان که میان در قسمت نظرها می نویسن چرا نوت رو کامل نمیذاری، به خاطر همین هستش که من بخشی از نوت رو میذارم که ادامه نوت رو خودتون به دست بیارید و با تمرین و تکرار بتونید به صورت به اصطلاح تجربی یاد بگیرید، نه به صورت عددی و نوتی. خب بریم ببینیم که به چه صورت هستش. ما دو رو 1، ر رو 2، می رو 3، فا رو 4، سل رو 5 و لا رو 6 در نظر میگیریم که آهنگ روی این چند تا اصطلاح نوت هستن. همونطور که دیدی در اول آهنگ اینجوری شد که اینجوری میشه که 1 2 2 2 2 3 4 1 2 2 2 2 3 4 1 2 2 2 2 3 4، نه که 1 2 2 2 3 4 1 2 2 2 2 3 4 که هم میشه دو ر ر ر ر می فا که ادامهش به این صورت میشه فا 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 سولا سول فا می. و این رو هم بهتون بگم که آهنگ رو هم بخونید، یعنی اینجا میگه رقص و شادی بکنید دلتون رو راضی بکنید، مثلا این آهنگ اینو که میخونه اینجا میاد رقص و شادی بکنی، که بعضی اوقات میبینید که تغییر هم ایجاد میشه. مثلا میبینید که اورگزن اصلا از خودش یه چیزی یا آهنگ دیگه میزنه که ما فکر کنیم اشتباهه، ولی اشتباه نیست، یه جوری خلاقیت خودش رو داره نشون میده. پس به همین طور که توضیح دادم نوتا و اعداد در قسمت دیسکریپشن نوشته شده، میتونید از اونجا به همین نحو بزنید و یاد بگیرید. فقط یادتون نره که حتما تمرین کنید و از تمرین کردن حتما لذت رو ببرید. دوستان خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو رو نگاه کردید. امیدوارم که تک تک شماهایی که این ویدیو رو نگاه میکنید حتما لایک کنید و این ویدیو رو واسه دوستاتون هم ارسال کنید تا اونها هم بتونن یاد بگیرن. ممنون میشم کانال من رو به دوستا و آشنایاتون معرفی کنید تا اونها هم از یاد گرفتن ارگ به صورت رایگان بهره ببرن. تا ویدیوهای بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.